سلام و وقت بخیر. امروز یه پست اینستاگرامی رو میدیدم که الان استوریشم کردم، راجع به این صحبت میکرد که از یه بنده خدایی پرسیدن که روابط جنسی متعدد چه اثری میتونه روح ما داشته باشه. خیلی جواب جالبی داد، علمی اکادمیک نبود ولی خیلی جواب دلنشینی بود. گفت شما هر وقت که با یکی رابطه جنسی برقرار میکنی کلی از خاطرات و در واقع مموری او به شما منتقل میشه. منظورش اولا تجربیات هیجانیش بود و این حجم از تجربیات هیجانی اون که به شما منتقل میشه، اون به معنای حافظه میگفت، به معنای مموری میگفت، باعث میشه که شما نتونین آرامش داشته باشی. و بعد میگفتش که تو هند وقتی که میخواین شما به کسی دست بدین، دستش اینجوری میکنه که یعنی نمیخواد با شما دست بده که هر انرژی وارد بدنش نشه. حالا بگذاریم که این حرف درسته یا غلطه. جمله آخرش خیلی جالب بود. گفت ذهنی که مملو از خاطراته نمیتونه آرامش داشته باشه. من یاد یه حادثه افتادم که یه بار با یکی از عزیزانم داشتیم سفر میرفتیم و ایشون به من گفتش که سارا تو خیلی به گذشته فکر میکنی. خب هیچ وقت اینو کسی مستقیم جوری به من نگفته بود و دیدم که خیلی راست میگه. با توجه به شغلم و وقتی میخوام تحلیل کنم زندگی خودم و روان خودم و بالاخره وقتی آدم روان دیگران رو تحلیل میکنه، خب طبیعتا روان خودشم و خاطرات خودشم تحلیل میکنه. خیلی تلنگرم گفتم خب تو فکر نمی کنی؟ گفت نه، در حدی که به این فکر میکنم که ببینم اشتباهاتم رو اصلاح کنم اگر. بعد رفتیم سفرمون یه سفر نسبتاً پرجالشی بود. بعد شب که برمیگشتیم ازش پرسیدم که خب الان شما به این اتفاقایی که این امروز افتاد فکر نمی کنی؟ گفت کدوم اتفاق؟ بعد این جمله کدوم اتفاقش خیلی جذاب بود برام، خیلی تکان دهنده بود. و بعد سعی کردم که گاهی اینو از خودم بپرسم کدوم اتفاق. این که ما بتونیم لحظاتی، ساعاتی، هر چقدر این لحظات و ساعات بیشتر باشه، بتونیم اون حجم خاطرات و هیجانات و اتفاقات گذشته رو بذاریم کنار و بگیم که من همین الان شروع کردم، هیچ خاطره‌ای، هیچ گذشته‌ای ندارم، حالا چه مثبت و چه منفی. این چقدر شیرینه، چقدر خاطره شیرینیه. و اینکه این کوله بار خاطرات مثبت و منفی، مخصوصا منفی رو بتونیم گاهی زمین بذاریم، عادت بکنیم که عین یه کوله پشتی که رو دوشمون هست بذاریم. ما انگار همیشه اون کوله پشتی رو با خودمون حمل میکنیم، چقدر سنگینه، چقدر ذهنمون مشوش میکنه. نمیگم بتونیم پاکش کنیم، گاهی بذاریم زمین، یه ساعتی، یه روزی، تا ذهنمون بتونه تصور کنه که مثل بچه تازه متولد شده و بتونه به همه چیز بدون پیش‌فرض نگاه کنه به دنیا. البته کار خیلی سختیه ولی خیلی ایده جالبیه و هر وقت که سعی میکنم کمی در انجامش بدم خیلی بهم کمک میکنه. خواستم که با شما هم در میان بذارم.